بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان یا اکرم الاکرمین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه شریفه 46 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام که امروز جلسه دوم را روی این آیه شریفه میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم با آیه بعدی و بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. که بالاترین مکر خود را که بود ببردند در کار، اما چه سود که در پیش تدبیر یکتا خدا همه مکر آنان بود بر فنا. از جمله این مکرها و توطئه‌ها مکر امامت و ولایت و ولایت فقیه. اگرچه که با مکر خود کافران کنند از زمین کوههای گران. مپندار هرگز که یزدان داد ز قولی که بر مرسلینش بداد. مپندار هرگز که یزدان داد ز قولی که بر مرسلینش بداد.
نه بر امامانش تخلف نماید که پروردگار تواناست بر فعل هر گونه کار. بگیرد خود از ظالمان انتقام اگر خود اراده نماید تمام. ای خدایا تو میدانی که خامنه‌ای ظالمه، انتقام ما را از او و رژیمش بگیر در حیات ما. قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. همچون که قبلا نمار شد، همیشه مکر، حیله، توطئه چینی در زیر زمین صورت میگیره، در خفیه، و کسی که چنین کاری میکنه این اولا شهادت بر ترس بودنش میده، بر ضعفشه، اینکه قدرت رو در رویی نداره. چه بسا انسانی نسبت به یک انسان مساوی خودش بتونه یه توطئه بچینه؟ اما توطئه چیدن، مکر کردن با خداوند حی و قیوم که همه چیز پیشش واضحه، خالق آسمان و زمین، این نهایت بی‌عقلی است. ولذا خداوند در مقابل مکرشون می‌فرماید والله خیر الماکرین. خداوند بهترین مکر کنندگانه، بهترین چاره سازانه. اما راجع به مکر و فریب و توطئه انسانها میگوید ولا یحیق المکر السیء الا باهله. چه مکن که خود افتی، بد مکن که بد بینی. توطئه بد، بدنیتی به صاحبش باز میگرده. من شما میدونیم که وقتی صفاتی را که به خداوند نسبت داده، همه صفات رو در قرآن کریم در پرتو این آیه تفسیر میکنیم. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی شبیه اون نیست و او شنونده و بیناست. عادت بر اینه که هر فعل خیری رو به خدا نسبت میدیم و انت خیر الوارثین، بهترین وارثانی. لیکن اینجا فرموده والله خیر الماکرین، بلکه مکرش خیره. و مکروا مکرهم یعنی اونا توطئه چیدن و نقشه ریختن. خداوند در مقابل اونها این رفتار رو باشون میکنه. در مناسبت با قدرت و قوه مطلقه‌ای که داره، خداوند از ازل میدونست اونا چه نقشه‌ای خواهند ریخت، لیکن اونا رو ترک کرده، مهارشون رو شل کرده. همه پیروزی پیامبران، دوستان خدا، صالحان، نیکان، مرهون به قوت کسی است که ازش دفاع میکنند، یعنی خداونده که رسولان فرستاده و پیروانشون. پیروزیشون به خاطر قدرت خداونده. اونها با رسالت می جنگن. چرا؟ برای که وقتی زمین رو پر از فساد کرده باشن، پیغمبری رو خدا کرده باشن که خود نایبش باشن، در اسلام 12 امام و به زورکی امام کردند و بعدم خداشون کردند، فرمانده هستیشون کردند تا خود نایبشون باشن. و این مدعیان تشیع، مدعیان تصوف که هزاران خدایچه درست کردند که آسمان رو پف کنند، همه یکی امیر دریا، یکی امیر آسمان، یکی امیر زمین، و از این چرت پرتا. همه اینها دین رو فاسد کردند، زمین رو پر از فساد کردند. میخواند این منفعتی که از راه این فساد به دست آوردن، این سلطه دنیوی چه به نام ولایت فقیه باشه، چه به نام مرشد کامل باشه، چه به نام مرشد باشه، چه به نام پیر باشه، چه به نام پاتال باشه، میخوان این سلطه دینیشون رو حفظ کنن. خب دینی که پیغمبران میآورن با این سلطه ها در جنگ، ولذا از هیچ توطئه‌ای پروگذاری نمی کنند. شما هر پیغمبری رو دیدید که سر بلند کرده، دعوت توحید برداشته، اولین کسانی که بر علیهش قیام کردن منتفعان دین گذشته بودند.
ولی معنی حرف چیه؟ ما بیاییم از یک کشوری که خودش را به دروغ جمهوری اسلامی مینامه، ما بیاییم اسلام رو در غرب توضیح بینیم، یک حاشیه آزادی که برای وجود داره. وقتی که اسلام در آغازش بود اونا همین کار رو میکردن. اصحاب پیغمبر، اونایی که ضعیف بودن، پشتیبانی نداشتن، اینها رو میگرفتن، شکنجه میکردن، مثل خامنه ای، و هیچ کدوم از اینها از دین باز نمیگشت. بعد شروع کردن به جنگ کردن با پیغمبر. خداوند پیغمبر و پیروانش رو پیروزی داد. راه دیگری جز نقشه ریختن براشون باقی نموند. شروع کردن پیغمبر تراشی، اینم نگرفت. شروع کردن به امام تراشی. امام تراشان امروز که شیعیان باشن، وارثان پیغمبر تراشان قدیمن، وارثان اسود انسی هستند، وارثان سجاح هستند، وارثان متنبعان و کذابان و دروغین و پیغمبران دروغین هستند. رضا خداوند می‌فرماید که وزیم کرو بک الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدند بر علیه توطئه میکنند تا تصمیم تو شل کنند یا بکشنت یا جلای وطنت کنند، از شهر خودت بیرونش کنند. و یمکرون و یمکر الله، اونا مکر میکنند و خداوند مکر میکنه. والله خیر الماکرین، خداوند بهترین ماکرانه. ورزا اونا سعی میکردند که بنیانگذار این ایمان، پرچمدار این ایمان که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم باشه، اونو از بین ببرن، تا کل رسالت از بین ببرن. اول شروع کردن مثل رژیم ایران، از راه مال موفق نشدن. شروع کردن از راه قدرت، پادشاهی رو بهت میدیم، از آلهه ما بد نگو، بهترین زنی که میخوای بهت میدیم، فقط از خدایان ما، از امامزاده های ما، لات و منات و عزا و هبل و دیگران بد نگو. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کلمه مشهورش را فرمود که اگر خورشید در دست راست من بگذارید و ماهو در دست چپم، که من از این دعوت دست بردارم، هرگز همچی کاری نمی کنم. یا میمیرم یا این دعوت رو متشد میکنم. این چنین به رسالت خودش اعتماد داره. چرا امام ها به امامت خود اعتمادی ندارن؟ هیچ حرفی از امامت خود نمیزنن؟ بلکه امامت کلا دروغه. وقتی که اینو دیدن گفتن پس راه جز ترور نمونده. آمدند از هر قبیله یه جوانی رو انتخاب کردن که همگی با شمشیراشون حمله کنند، پیامبر رو بکشن علیه السلام در نصف شب. لیکن این هم موفق نشد. خداوند پیغمبرشون نجات داد. ولذا می‌فرماید و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، اگرچه مکرشون چنان باشه کوه رو بکنه. یعنی ای محمد مطمئن باش، اگر مکرشون کوه رو بکنه من پشتیبانتم. کوه ها شدیدترین چیزی بود نسبت به عرب که سراغ داشتن. و اگر مکرشون چنان قوی باشه کوه ها رو ریشه کن کنن، دعوتت را نمیتونن ریشه کنن. تو از هدف دست بر ندار. ورزا قرآن در جای دیگه میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن رو ما بر کوهی نازل میکردیم میدیدید که اون کوه خاشه و خرد میشد از ترس خداوند. و تلك الامثال ندروها للناس لعلهم يتفکرون. اینا مثال هایی است که ما بر مردم میزنیم تا اندیشه کنند، فکر کنند. و فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، گمان مبر که خداوند خلف وعده میکنه، وعده رو که به رسولانش داده. اگه کسی چنین گمان بکنه، ببینه که آیا خداوند با پیغمبرانش خلف وعده کرده؟ آیا پیامبر با قلت عده و عده‌ای که داشت در جنگ بدر که جنگ سرنوشت ساز مسلمانان بود، یا مسلمانان ریشه کن می شدن یا کفر شکست می خورد، پیروز نشدن؟ در احد یک نوع پیروزی رو به دست نیاوردن. در جنگ خندق
ارتشی اومد، جیشی اومد، لشکری اومد که جزیره العرب همچین لشکری ندیده بود. 10,000 نفر جنگجو در راهنمایی سلمان فارسی رضی الله عنه گرد مدینه خندق کشیدند. لیکن یهودیانی که با پیغمبر هم پیمان شده بودند خلف وعده کردند. ظاهرا با پیغمبر پیمان بستند، لیکن با مشرکان هم پیمان شد. در وقت سختی از پیمانشون دست کشیدند. اینجا بود که بر مسلمانان بسیار گران تموم شد. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا بود که مؤمنان مبتلا شدند و به شدت در زلزله افتادند. حتی بعضیا گفتند، بعضی از منافقان، که این آقا ما رو وعده میده که گنجهای کسرا پیش ما بیاد، ما الان نمیتونیم دستشویی بریم. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. ولذا خداوند متعال بنا به حکمت‌هایی که خودش میداند پیروزی را گاهی به تأخیر میندازه تا حقیقت مردم رو کشف کنند، تا مردم خودشون حقیقتشون رو بدونند. یکی کافر میشه، یکی میگه که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، جز غرور چیزی ما وعده نداده. یکی میگه دین خرافیه، یکی میگه دین برای قدیمه، درد امروز نمیخوره. یکی میگه خدا کجاست، چرا پیروزمون نمیکنه. هر کدوم از انسان ها، از مؤمنان، بنا به گمانشون نسبت به خدایشون اظهار نظر میکنن و این خودش یک حکمت بزرگیه. ولذا پیروزی به تأخیر میفته تا حقیقت مردم ظاهر کنه. حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا، تا اینکه رسولان به ناامیدی میفتند و فکر میکنند که تکذیب شدند. جاءهم نصرنا، پیروزی ما فرا رسید. و نجی من نشاء، کسی را که بخواهیم نجات میدیم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، مؤاخذه ما از قوم مجرمان برگشت پذیر نیست. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قسم به خداوند که این کائنات اگر نابود بشه برای خداوند آسانتر از اینه که خداوند وعدش رو متحقق نکنه برای مؤمنان، برای پیامبران. وقتی که برای مؤمنان وعده زندگی خوب داده، حتما چنین خواهد شد. اگر نشد ایمان و عملتو بررسی کن. وقتی وعده توفیق داده، حتما موفقیت خواهد اومد. وقتی وعده پیروزی داده، حتما خواهد اومد. کی فکر میکرد که مثلا طالبان در مقابل امریکا دوباره پیروز بشن؟ 20 سال پیش کسی فکر میکرد؟ بعضی از اهل علم در تلویزیون قسم میخوردن دوباره پیروز میشن. بعضی از خداشناسان. و الان که پیروزی به دستشون اومده، قدرشو بدونن، سلفی کشی نکنن، غیر مقلد کشی نکنن، عالمان نصیحتشون کنند که دوباره پیروزی رو همونی که آورده هم میتونه از دست بگیره. وقتی خداوند مؤمن رو به بهشتی وعده داده که ارزش طول آسمان ها و زمینه، حتما بهش خواهد رسید. فلا تحسبن الله مخلف وعده، گمان مبرید که خداوند خلف وعده میکنه. مخلف وعده رسولا، وعده‌ای که به رسولان داده خلف وعده میکنه. چون سوء ظنی به خدا نداشته باشید. تو وقتی مستقیم هستید، انحراف ندارید، اگرچه درآمدت اندکه، ولی خداوند بهت وعده زندگی پاک داده و زندگی خوب داده. از استقامت دست بر ندار. نظر قدمت بلغزه، لغزیدید فوری برگرد. پیش خودت نگو که این درآمد بزرگی خدا من وعده داده کجاه؟ این توفیق در تجارت کجاه؟ چرا بازار کساده؟ چرا در ازدواج من موفق نمیشم؟ وعده خدا کجاست؟ این که وعده خدا دیر بیاد برای که ماهیت خودتو روشن کنه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله،
بدگمان نباشید. گمان مکنید که خداوند وعده‌شو به رسولانو متحقق نمیکنه، لیکن به تأخیر بندازه برای که امتحانت کنه که در خاطر چه میگذره. آیا مرتد میشید؟ آیا بینماز میشید؟ آیا بدگمان میشی به خدات که خداوند کجاست؟ چرا پیروزم نمیکنه؟ چرا رزقم نمیده؟ وعدهش کجاه؟ تأخیر همه این وعده های الهی خودش یک امتحان و ابتلاع بر انسان، بلکه حقیقت انسان رو ظاهر کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بر دشمنانش پیروز شد، لیکن کی؟ بعد از اینکه صبر کرد. در طائف وقتی که رفت نزدیکی مکه، دشمنانش بهش حمله کردند، پای مبارکشو خونی کردند، مسیجی هاشون، لات لوتاشون واداشتند بهش حمله کنند. دست به دعا برداشت، گفت خدایا من ضعف قدرت خودمو و بیچارگی خودمو و اینکه مردم مرا سبک شمردن، این شکوه رو پیش تو میکنم. ارحم الراحمین تویی، بر من رحم کن. منو به کی میسپاری؟ به دشمنی که در انتظارمه، یا به نزدیکی که زمان امور دستشه؟ لیکن اگر خشم تو نباشه من اهمیت نمیدم، ولی عافیت و سلامتت بر من وسیع تره. من به نور وجهت که آسمان ها و زمین رو روشن کرده پناه میبرم. به نور وجهت که دنیا و آخرت اصلاح کرده پناه میبرم از اینکه غضبت بر من نازل بشه، خشمت بر من نازل بشه. با تو در دل میکنم تا اینکه راضی بشید و هیچ قدرتی جز تو نیست. اگرچه این حدیث سندن آنچنان قوی نیست. برای مؤمن ممکنه مرض نازل بشه، برای که در این مرض ممکنه بگه خدا کجاست؟ یه عالمی بود اسمشو نمیگیرم، خدا رحمتش کنه، در سرباز ما آدم خوش سلیقه‌ای بود، خوش رفتاری بود. یه دفعه مریض شده بود، تب گرفته بود. گفت خدا گناه من چیه که من این همه ناراحت کردی؟ من فکر تو چی ارحم الراحمینی؟ این که تو از نام الظالمین شدی با من که نعوذ بالله. بعدا توبه کرد، مقصود که ولی مرض، یعنی ولی تب ممکنه انسانی سختی براش بیاد، میگه خدا کجاست؟ چرا مرا مریض کرده؟ چرا بچه مرا مریض کرده؟ بابا تو بنده خدا هستی. کسی که چنین بگه در امتحان ساقط شده. مؤمن در هر حال میگه الحمدلله، ای خدایا هر چه بر سر من آوردی من راضیم، به قضات راضیم، به قدرت راضیم. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ان الله عزیز ذو انتقام. خداوند شکست ناپذیر و انتقام گیرنده، ولذا رسولانشو پیروز میکنه. کسی که دوست خدا باشه ذلیل نمیشه، کسی که دشمن خدا باشه عزت پیدا نمیکنه. امکان نداره دشمن خدا عزتمند بشه و دوست خدا ذلیل بشه. یقولون لا رجعنا الى المدینه لا یخرجن العز منها الاذل. منافقان میگفتن، ابن سبا، خامنه‌ای زمان، خمینی زمان، سیستانی زمان، که اگه ما با مدینه بازگردیم عزتمند ما ذلیل را از مدینه بیرون میکند. قصدشون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خداوند میفرماید که ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت از آن خدا و رسول و مؤمنانه، لیکن منافقان نمیدانند. با این حال پیغمبر اونو نکشت. امروز اگه میبود خامنه‌ای چیکار میکرد باش؟ و من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. کسی که عزت بخواد، عزت همگی در دست خداونده. و الیه یصعد الکلم الطیب، کلمه طیبه به سوی او میره و عمل نیک به سوی او میره. خداوند عمل نیک به آسمان میبره
والذین یمکرون السیئات، اونایی که نقشه بد میچینن لهم عذاب شدید، برشون عذاب سخته و مکر اینها به نتیجه نخواهد رسید. اگر خداوند از کافر انتقام نگیره، از مجرم انتقام نگیره، پس شکست ناپذیری و عزتش کجاست؟ اون عزیزه شکست ناپذیره بلکه انتقامش سخته. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. اگر مکرشون اثری می داشت، فایده می داشت، خداوند نمی فرمود خداوند وعده رسولانش خلف وعده نمی کنه، لیکن چون مکرشون از همون ابتدا بی تأثیره، بلکه خداوند میدونه اونا چکار میکنن. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، تقدیر ما سبقت گرفته بر بندگانمون از رسولان، انهم لهم المنصورون، همانا اونها پیروزن و سربازان ما غلبه کننده اند. پس اینجاست که امکان نداره وعده رسولان، وعده خداوند به رسولان و پیروانشون متحقق نشه، لیکن وقت تحققش وقتی داره. و شیطان هم دوستانش وعده داده، الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، شیطان به شما وعده فقر میده، از فقر میترسونه، شما رو به فحشا دعوت میکنه، به صیغه دعوت میکنه، به تجاوز به زنان مردم دعوت میکنه، به زندانیان. والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، اون وعده شیطانه. اینایی که شیطانانی که سرباز خامنه‌ای هستن و با زندانیان اینجوری رفتار میکنن، اینا حزب الشیطانن، حزب الله نیستن. خداوند به مؤمنان وعده مغفرت میده، وعده فضل میده. پس ما یه وعده داریم، وعده خداوند بر مؤمنان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. خداوند به کسانی از شما که ایمان دارن، ایمان توحیدی، نه ایمان امامتی، نه ایمان شرکی، نه ایمان رافضی، نه ایمان بدعتی، نه ایمان هارت پورت کردن و لامپ خوردن درویشان و قلندران، ایمان توحیدی آوردن و عمل نیک انجام دادن، ليستخلفنهم في الارض، در زمین بهشون قدرت میده. آیا خداوند خلف وعده میکنه؟ هرگز، بلکه قدرتش بی انتهاه. و ولذا میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما رسولان، نمیگفت امامان، رسولان و کسانی که ایمان آوردن در زندگی دنیا بهشون پیروزی میدیم و روز قیامت. مقتضای پیروزی چیه؟ شکست طرف مقابل. و پیروزی صفتی مناسبش خودشو داره. صفت مناسبش اینه که عزیز باشه، شکست ناپذیر باشه، هیچ قدرتی در مقابل اون نباشه. و شکست هم صفت مناسب خودشو داره، اینی که این شکست برای کافران، برای مشرکان بیاد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ پیام هاتون. شانزده خرداد سالروز تأسیس جمهوری گیلان توسط میرزا کوچکخان جنگلی
رهبر نهضت مشروطه گیلان را روزی خجسته می‌دانیم، به مردم گیلان شاد باش میگیم. کمپین بلوچ، واژه پزشکی، دستور به دفن یک کودک زنده در بیمارستان چابهار. روز جاری 17 خرداد امسال یک زن باردار بلوچ اهل شهرستان زرآباد به خاطر نبود امکانات پزشکی برای وضع حمل بیمارستان امام علی چابهار منتقل می‌شد. صبح 17 خرداد این زن بلوچ در بیمارستان چابهار وضع حمل می‌کند. دو گلوهایش به دنیا می‌آیند و دکتر و ماما میگن فرزند شما مرده‌اند. گفته میشود مادر در بیمارستان بستری میشود و فرزندان را ترخیص میکنند و بعد از مسافت 3 ساعت راه به روستای بندینی میرسند و قبرها را برای کودکان آماده کرده بودند. هنگام غسل دادن دوقلوها یک شخصی با تجربه متوجه میشود که از فرزندان دوقلو زنده است. لازم به ذکر است بلوچستان جوانترین و پناهاورترین استان همواره محروم از امکانات پزشکی و آمار بالای مرگ و میر مادران در بیشتر بیمارستان‌های استان از جمله بیمارستان امام علی چابهار بوده است. همچنین بالاترین آمار مرگ و میر کودکان ناشی از سوء تغذیه مادران باردار و اموال مختلف دیگر را در بر داشته است. 35% این مرگ و میر نوزادان در 24 ساعت اول تولد اتفاق افتاده است. فاقدین شناسنامه در بلوچستان نمیتونن نان خریداری کنند. این درد نیست. این عزیزانی که اینجا دارید میبینید باید با آبربانک کارت بکشن. 5 تا نون هم بیشتر نمیتونن بگیرن. یعنی کسانی که شناسنامه ندارن نمیتونن نون بخرن. پول نقدم داشته باشن نمیتونن نون بخرن. سال‌هاست داریم فریاد میزنیم، میگیم آقا این مردم سیستان و بلوچستان که ریشه در این آب و خاک دارن و اتباع هم نیستن فاقد شناسنامه. کسی که فاقد شناسنامه است یعنی هیچ هویتی نداره. کسایی که آبربانک نداشته باشن اینجا پول نقد نونوایی شما یا همه نونوایی‌های شهر اینطوریه؟ همه کی این مشکل قرار حل بشه که این عزیزان بتونن حداقل نون خالی بگیرن. یعنی نون خالی، فقط هم نون خالی میخورن، هیچ چیز دیگه نمیخورن. اسرائیل اینطوری نیست. اسرائیل بر جمهوری شیطانی خامنه‌ای شرف داره. خیلی هاشون هم نون خشک میخورن، اما الان حتی این نون هم نمیتونن بخورن به خاطر اینکه شناسنامه ندارن. خدا نفرین کند خامنه‌ای را که بلوچستان انقدر خار کرده. انباشته شده زباله‌ها در خیابان‌های شهرستان سرامان. 16 خرداد در پی سوی مدیریت جمهوری اسلامی انباشته شدن زباله‌ها در وسط بازار سرامان جنب مجتمع نعیم باعث نارضایتی مردم شده است. گفتنی است عدم جمع‌آوری به موقع دپوی زباله‌ها در نقاط مختلف شهرستان سرامان با وضعیت شهر سرامان وسط شهر. کمبود گاز، ازدحام و شلوغی برای خرید سلندرگاز در روستای لیردق از توابع شهرستان جاسک. ما حضور در
جنگ اوکراین رو قاطعاً رد میکنیم. سفیر ما در مسکو آمده بود خدمت سردار باقری، داشت توضیح میداد، میگفت نه فقط نظامی ها، نه فقط سیاسیون، مردم کوچه و بازارم میگن ما در جنگ اوکراین داشتیم شکست میخوردیم، اگر شما به ما کمک نمیکردید ما پیروز نمیشدیم. به دروغ ادعا کردند که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره. تجاوز ننگین پوتین به یک کشور حمایت کردید، سلاح دادید و به دروغ بعد گفتید ما سلاح ندادیم. ابداً چنین چیزی نیست، ما هیچ مشارکتی نداریم. دست بردارید از این شیادی ها به نام سیاست. مرده خمینی این همه خرج روی دست این کشور گذاشت. مرده خامنه‌ای چه خواهد بود؟ با این وجود راضی هستیم 10 برابر از اینه بشه، اما خامنه‌ای امثالش بمیرن و نسلشون منقرض بشه. این جسد وقتی حرف میزد خودشو امام مستضعفین میخوند، اما حالا در کنار قبر لاکچریش که با اختلاف گرون قیمت ترین قبر جهانه، مؤسسه زیر نظر نبش از پول مردم ارتزاق میکنه که تو سال 1401 80 میلیارد تومان بودجه گرفته. این جدای بودجه مؤسسه خمینی زیر نظر مرکز مصباح یزدی با بودجه 268 میلیارد تومانی هستا. مجموع پرداختی دولت رئیسی به مؤسسات تبلیغاتی خمینی فقط از فروردین تا تیر ماه 93 میلیارد تومان بوده. به این معنا که تبلیغات و نشر آثار امام مستضعفین بعد از مرگش روزانه بیش از 1 میلیارد تومان برای ما ایرانیا آب میخوره. اون وقت در سال مرگ امام مستضعفین نبش با اشاره به جنبش مهسا گفت ما همه یه ملتیم و توی کشتی نشستیم و دشمنان قسم خورده و جسوری هم پیدا کردیم. نه، همه ما توی کشتی ننشستیم. پدر بزرگ کلاشت کشتی ما رو دزدیده و بعد از مرگش هم پول نشر آثار مزخرفشو داره از ما میچاپه. امام خدعه. امام مستضعفین یا امام مرفهین؟ 60,000 متر مربع صحن داخلی گنبدی 60,000 متر مربع صحن داخلی گنبدی 400 تنی و 4 گلدسته 91 متری به افتخار 91 سال عمرش. فقط ساخت اولیه این بنا 2 میلیارد دلار هزینه به دوش مردم گذاشته. چیزی معادل 100,000 میلیارد تومان برای قبر کسی که خودش رو رهبر مستضعفین میخونده. اون پایه‌گذار حکومتی شد که ایران رو به دومین کشور فلاکت‌زده جهان با فقر تقریبی 70% و فقر مطلق 40% تبدیل کرد. این قبر امیر کویته، کشوری که برای زندگی لاکچری در بین ایرانیان تبدیل به یک ضرب‌المثل شده. زندگیم کویت شده. امیر کویت پول کشورش رو به با ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده و سطح درآمد مردم کشورش رو به 10 کشور برتر جهان رسوند. مردم کشورش رو ثروتمند و مرفه کرد و رهبر ثروتمندان شد. تفاوت حاکمی که مردمش به قبر پرستی دعوت کرد و خودشو تبدیل به قدیس و حاکمی که اینطوری رفاه رو به مردمش هدیه کرد و به خاک سپرده شد. آقای بلوچی خیلی متشکرم از شما. آقای عزیز افغانی از فنلاند، من نمیتونم برنامه زنده رو ببینم، در یوتیوب هم تکرار شد دیگه نمیذاری. خاطرمی چند بار سوال کردم، متاسفانه در یوتیوب چرا نمیتونید نمیدونم چرا. در یوتیوب که میذارم.
این کلیپ رو ببینیم اگه بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث ثقلین 17 دقیقه. خب من با شما خداحافظی میکنم. شب روزتون خیر. خدا حافظ شما. الحمد لله حمدا یوافی نعمه و یکافئ مزیده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه. اما بعد، حدیث ثقلین از کتاب سنن ترمذی بالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي قال حدثنا نصر بن عبد الله الكوفي قال حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم من إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. این حدیث در آن رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید، جابر می گوید که من رسول الله صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع روز عرفه بر شتر قصوا دیدم سخنرانی می فرمود. شنیدم که فرمود ای مردم، من در میان شما گذاشتم دو چیز که اگر به آنها چنگ بزنید گمراه نمی شوید، کتاب پروردگار، کتاب الله و عترت من یعنی اهل بیت. این حدیث ضعیف است. در سند آن زید بن حسن آمده است. زید بن حسن کوفی صاحب الانماط یعنی چادر فروش، این زیاد حدیث نداره. در سایر صحاح سته از ایشان حدیث نیامده است. در ترمذی 2 حدیث آمده است، بیشتر حدیث نداره. این ضعیف است. ابو حاتم رازی رحمه الله اینو منکر الحدیث گفته است و همچنین امام ابن حجر رحمه الله هم ایشانو ضعیف گفتند. اصل این حدیث در صحیح مسلم آمده است با همین سند اهل بیت یعنی حضرت جعفر صادق از پدر بزرگوارشان امام محمد باقر روایت می کنند و ایشان از حضرت جابر رضی الله عنه. حدیث مفصل است. در آن می آید که رسول صلی الله علیه وسلم در خطبه عرفه فرمود و قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم کتاب الله، در میان شما چیزی گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنید گمراه نمی شوید، یعنی قرآن مجید. این حدیث صحیح است، در آن عترت نیامده است و با سند حضرت جعفر امام باقر حضرت جابر روایت شده است. زید بن حسن تو این سند نیست. این روایت درسته، لحاظا صحیح روایت صحیح مسلم است. روایت دیگر که در ترمذی آمده است مربوط به حدیث ثقلین و بالسند المتصل منا الى الامام الترمذي رحمه الله قال حدثنا علي بن المنذر